پوریا متولد چنده؟ با منی؟ کس دیگه توی استودیو 1371. پس یه مدرکی که وجود داره برای اینکه ایشون 1369 چیه؟ هیچ، اون مدرک فیک. مگه شناسنامه شما قبول ندارید؟ نه میگم آخه بعد 20 سال انگار یه شناسنامه دیگه گرفته. نه ایشون از روز اولی که اومد تو فوتبال شناسنامه شد 71. یعنی برای داوری نیومد. شناسنامه شد قبلش چند بود؟ 69 بود. این سن واقعیش 71 ولی چیه؟ شما که میگی 69 مال نماد داوری. شما میگی 69. میگم آقا متولد چنده شما میگی 1371 طبق شناسنامه. خب باشه الان میگی 69. میگم تو میگی سقره کرده، میگم 2 سال شناسنامه‌اش کوچیک کرده. خب the point is چرا کوچیک کرده؟ مشکل چیه؟ مشکل نداره بریم کوچیک کنیم آقا من اصلا نه یه لحظه وایسا. اگر خلاف کوچیک کرده شما که جلوشو بگیرید. آره کوچیک کردن مگه خلاف؟ نه درست کوچیک کرده. یعنی شناسنامه‌اش 71 طبق شناسنامه است دیگه. نه میدونم میگم از اول 69 اشتباه بوده 71 درست بود. یعنی اون روزی که شما به دنیا آمد رفتید شناسنامه بگیرید اشتباه 69 زدن به جای 71. آقای میثاقی دنبال چی میگردی؟